رحمانوف برای ساختار سلولای خود و برای که بعد از مرگ خودش اسمش به نیکی باقی بماند به مجبوری، یعنی یک برنامه پیش دارد. جسوران این مردم باید که کشته شود و نفری که ترسو هستند غلاموار غلام طبیعت زیر اون بماند و این راهبری بکنند. فقط به همین راه میتواند که بعد از خودش، یعنی که سلولش هم باقی بمونه، نامش بمونه، هیکلاش ساخته بشه، شهر به نامش باشه. امروز باز کدام چاپلوس دیگر پیشنهاد کرده است. البته میفهمیم که این برنامه یک شخص نیست، اینها را از پهلو همون ایمیج میکرها، همون برنامه سازها پیشنهاد میکنه. خب و من می ندارم هرچند که این رژیم کوشش میکنه بهترین ها را به قتل میرسونه، اما باز هم این ملت، این مردم کشور دارد نفرهایی که روز تا روز پیدا میشوند و میخوان که جای دیگر را پر کنند. ما می نداریم از شما. پیشنهادی که شما کردین که نفرهای نظامی در اینجا کار کنند، در راهی که ما و شما قرار داریم، این میدان خاص از نظامی ها نیست. من همچون خودم یه نفر نظامی، مثلا من فقط در داخل تاجیکستان 9 سال در ارتش وقت مصرف کرده هستم. خب و چی را گفتنی هستم در اینجا؟ منظورم این است که من در این راه که اومدم فقط نفر نظامی بکاوم برای مبارزه، یا که برادرایی که در پهلو قرار دارن. این میدانی نه تنها نظامی ها است، این میدان نه تنها میدانی سابق پلیس است یا که این روزا پلیس است، یا که از دختر هست، یا که از دهقان است، از منطقه دیگر چیزها است. و نمیتوان گفت که گرچنده که ارتش یک جایی هست که واقعا یک جوان هم اینجا داخل میکنن، آب و تاب میگیره، گرمی را میگذره، سرما را میگذره، گرسنگی را میبینه، سری را میبینه، پیاده سوار. خب پستی و بلندی های زیاد داره. واقعا ارتش یک مکتب خیلی مهم است. اما از تجربه که دیدم، نه همه از ارتش مرد میبروین، یعنی که قوی میبروین، قوی اراده میبروین، نه همه. من حتی براتون یک چیز مثال دارم. من همچون نفری که در این راهی مبارزه امروز قرار دارم، در ابتدا واقعا من هم در فکرم همین بود که باید در راه بیشتر نفرهای نظامی را پیدا کرد. واقعا در فکرم چنین بود، چون برام این بود که نفر نظامی شاید باید ایما و اشاره تستر میفهمن، یک دیگر جسارت دارن، دیگر چیزا دارن. اما در یک چیز بگیم که شکست خوردیم ما در یک جا. در چی؟ برای که امروز بعضا من الان گوش داشتم سخنهای شما را، هر یک بچون این برنامه هایی که مردم جای برآمد کنن، من حتما اگر تماشا هم نکنم گوش میکنم، اگر یک کار دیگر بند باشه حتما گوش میکنم. اما یک سالهای پیشتر بود، چند سال پیشتر از اونی که آشکارا اینجا مبارزه می‌بودیم، بعضا چگونه که گفتم من هم در فکرم همین بود که نظامی ها، چون من خیلی آدم ارتش هستم، نفرهای شناس زیاد دارم، از نه تنها از اون قسمی که من قرار داشتم، بلکه از یک قسم حربی، از طرفی بگیم اپوزیسیون هم، از این طرف هم، از همه طرفا شناسای زیاد داشتم. نفر بود، نفر جسور بود، نفر بود که در ارتش هم بگیم خیلی نفر شناخته هم بگیم بود، مهارت خوب داشت. اما خیانتی که اون نفر به ما کرد، من میتوانم گفت که در همه قصالی که در مبارزه هستیم، شاید به اندازه خیانتی اون، من خیانتی سلیمان قیموف برابر کنم که آورد مثال برادر ما عمر علی قوتفا به شهادت رساندن. خب یعنی که یک نفری که میدونستیم میشناختیم واقعا یک خیانت خیلی کلان کرد، نفری از ارتش. من در اینجا چی گفتنی هستم؟ خوب است ما واقعا شدیم که امروز چنین نفرها پیدا میشیم و پیشنهادی میکنیم، حرف میزنیم. خب این خیلی خوب است. اما در یک چیز ما پیوسته در این گفتیم که با نفرهای یک جا بشین که اعتماد داره. 2 نفر یک جا بشین کفایه هست. کوشش نکنین که نفرهای دیگر قطعی سرجم بشین. این ریسک ما کردیم. این ریسک وقتی ما میدان سیاسی اومدیم، همین ریسک ما کردیم. ما یا دیگر نمیدونستیم، نمیشناختیم، در همین یک رادیو صحبت میکردیم، یک روز رفتیم با هم باید بخوریم، وا خوردیم، در بینمون بلحوث پیدا شد، در بینمون نفرایی که کورکنان اومدگی بود پیدا شد، در بینمون نفرهای صادق هم پیدا شد، در بین ما خائن هم پیدا شد. یعنی ما در اینجا زیاد افتادیم و قیام کردیم. خب از این تجربه خیلی بای هم داریم.
در اینجا چیزی که شما پیشنهاد دارین اشتباه است. از نگاهی من، البته من حق ندارم که از یکی شما را بگم که نه این کارو نکنید و شما حق ندارید. نه، این حق من ندارم. این حق حرکت سیاسی گروه 24 نداره. کسی این حق نداره. او وطن شما از هر کس با فکر و با عقیده خودش یک کاری را پیش میبره، کار میکنه. اما ما نفرایی که کم و بیش باشه تجربه داریم، نفرهایی که ما از صفر شروع کرده هستیم، از هیچ یک چیزی اومدیم ساختیم در یک جایی. و امروز برادرایی که میبینین، یک نفر میرود در مکتب 33-4-5 سال میخونن، برادرها از 5 سال بیشتر است، شب و روز در همین راه هستند. برادرها تمام نمودی بگیم که راه ها را گشتن و تا اندازه امروز تجربه بای گرفتگی تا همین جایی که رسیدگی هستند. مثال یعنی برگردن به قفا میدونه که چگونه از هیچ یک چیز بسازی تا اینجا برسی. و ما گفتنی هستیم که مثال برادری که پیشنهاد دارد که من در روسیه هستم، فلانی بیا، دیگرها بیا، ما سفر کنیم. این یک بگیم که شکست خوردن است، یک شکست خوردن ما هست. البته که رحمانوف автомاتی نفرهای خودشان در این برنامه وارد میکنه، میآیند سرجم میشوند. شما در جایی که سرجم آمدگی هستید و وضعیت این روزهای روسیه را میدونید، همین شب و روز واقعا در روسیه خیلی بد است که در 30 سال تاریخش روسیه این چیزا گذشتگی نیست. یعنی در همین 30 سال اخیر همین گونه که همین شب و روز جریمه کردن، زندانی کردن، خب خیلی مرزها را گذاشتن. ما چی گفتنی هستیم در اینجا؟ وقتی که شما میان سرجم میشین، شما را هیچ کس اجازتی نمیده که پرواز کنه. هیچ کس اجازت نمیده. براهای ماشینی هم هیچ کس شما را اجازت نمیده. من یاد دارم یه وقت عزت امون دعوت کرده بود که مردم جمع شین میریم واروخمو چی میکنیم، آزاد میکنیم. سال پیش بود، 1 سال پیش بود، یادم نیست. اون وقت سوالم شده بود که آیا امکان داره؟ من اون وقت هم گفتم امکان نداره. اجازت نمیتن که شما چی قدری باشین یا جو سرجم بشین و پرواز کنین که جوی شما را کسی اجازت نمیته. براهای زمینی هم رفتن نمیتونین. براهای زمینی تو تاجیکستان رفتن همش بگیم پدرزاده و عمرزاده و خب یزمزاده ها و دیگر ها هستند که روز دیکتاتورها با همه باید دیگر خب بوسی و خشتواری کرده. اونها اجازت نمیتن تا اونجا رسیدن. راهش چی است؟ از نگاهی ما راهی بهترش چی است؟ شما چقدر میتونین داخلی وطن بشین، کسی را تلفن نکنین، کسی را زنگ نزنین، برگردین داخلی وطن بشین، فقط از رژیم امروزه جای کار طلب کنین، دیگر چیزی نکنین. کجای استعفا نگین، کجای دعوا نکنین. نفرهایی که امروز چهرهاشون آشکار کرده، یعنی مثل برادر بهادر و دیگرایی است، اینها را دعوت نکنین، در سخت نبرین. اینها ضرر است. این برادرها بگیم خدمتشون کرده استن، یعنی چهرهش آشکار کرد، جسارت نشون داد، برای شما حرف میزنه. و دیگر نفرهایی که هست، نفرهایی که چهرهاتون آشکار نکرده این. من چیز دیگر میخوام اینجا ذکر کنم. برادرها و حتی با نفرهایی که در گروه قرار دارن، راویان که هستن، مجبور نسازن نفرها را چهرهشون آشکار کنن. چهرهش هر کسی که آشکار میکنه، خب یعنی میدونه که من به همین چهره آشکارم یک منفعتی به مردم میرسونم. یعنی از جسارت گپ میزنم، اخبار میتم، یک خبری را میاری تو چهرهت آشکار نکنی، مردم باورت نمیکنن. یعنی که در اون حالت باشد. همین خدمتی ته هست. اما نفری هست که چهرهش آشکار میکنه، میتونست بعضن خدمت‌های خیلی خوبه برای ما بکنن. وقتی چهرهش آشکار میکنه دیگر کاری را انجام دادن نمیتونه. برای مثال ما یک نفر داریم که مثال هر 3 ماه باشه که نیم ساله باشه تاجیکستان روانش میکنیم، یا نیم ماه میگرده زیاد، یعنی به دست پر از اون طرف برمیگرده. ببین که یه روز ما چهرهش آشکار کردیم، چیکار کنیم که با یک نفر دیگر ما مثلی آماده کنیم برای وطن رفتن، خب بعضن چیزا را به دست آوردن آمدن. نه، نفرهایی که میدونن که چهرهت آشکار میکنی و فایدهش کمتر از اونی که تو به چهره آشکار میزنی، بگذار همینگونه باشه. اما این نباید بهانه بشه. اگر که در عموم بگیریم، من میخوام که همه با چهره آشکار حرف بزنن در عموم. اما ما و شما تا اونجا نرسیده ایم. ما و شما کدام وقت در اونجا میرسیم؟ وقتی که در داخل تاجیکستان آشکار هر یک شهروند تاجیکستان همین نوارها را تماشا میکنه. آشکار وقتی که پلیس نزدش میاد، نمیدونم پروکرور میاد، هر کسی میاد میگه که من شهروند تاجیکستان این چیز حق تماشا کردن دارم، برای که این نسبت وطن من حرف میزنه. وقتی که هر یک شهروند تاجیکستان همین کارا کرده بتونه، او دیگر مرحله مبارزه هست. چی گفتنی هستم؟ شما هر وقت که به زمین میخواین، به آسمان میخواین، برین داخل تاجیکستان، خصوصا چهرهایی که آشکار نیستین، برین
جای کار طلب کنید. امروز من یک برنامه رحمانوف گوش کردم در نسبت به تلویزیون تاجیکستان من تماشا کردم، نسبت روزی جوانان بود. در اونجا رحمانوف خب چون هر وقته یعنی جشن‌ها چگونه است، من واقعا فکر کردم که امروز هم زاد روزی رحمانوف است. جوان‌ها را جمع کرده است، بعد از هر یک ابزاتی رحمانوف قرصک میزنن و هر کسی که نزد همون بلندگویک میاد در وصف رحمانوف یک شعر میخونه، اساسگزار و غیر صحبت میکنه. یعنی که امروز گویا زاد روزی رحمانوف بود. همین گونه نگذشت. چی را میخوام براتون رسونم؟ رحمانوف گفت که ما همه ساله زیاده از 100,000 جای کار تشکیل میکنیم در تاجیکستان و 70% برای جوان ها است. پس برین وطن، اگر که همه ساله 100,000 جای کار تشکیل میشه در تاجیکستان، ما چی میخوابیم در بیرون؟ همه ساله 100,000 بوده است. برین در داخل تاجیکستان و جای کار طلب کنید. کجای نرین استعفا نگین، کجای نرین خب کجای نسوزونید، در نتین برین داخل تاجیکستان و دعوت جای کار کنید. دیگر هیچ چیزی نیست، فقط میگم برای ما جای کار بتین. برین همه قدر کار. از نگاهی من این چیزی که الان یه جمع میشه فکر میکنه که با کدام هواپیمایی است، با قطاره هست، با کدام ماشین است به سرحدا میگذارین، این خیلی امکان است. فقط یارو برین به یکم گپ خبر به هیچ چیز وارد تاجیکستان میشه. در داخل پولایی که دارین با همون پدر مادراتون یا مدتی هم بخرین، ایشمور هم مکسیموم یه ماه میبره، یا ماه پس همون پدر مادرتون گشنمون خودشون همراهش میخزن به همون نمیدونم مردی کار بازار است، خلاب بازار است، یا که نزدیک کدام کجای است میرن دعوت جای طلبی جای کار میکنن. سلامت. ممکنه همجا یک گپ دیگه ما شما در چکنم در پیشنهادی گپ شما در کنم. شما چه خیلی که گفتین که چهره ازبکستان شما را نمیمونن در اومدن در پوستیم خود به سمالیات دروین خود به ماشین. خب وقتی که ما رفتیم ما دیگه نباید دیگه یکم کسا پرسیم گرانیت خودمون نمیمونه، ما هم گرانیت خودمون سر کرده میریم بسوشه دیگر جوی ویش نیست. شما را از همین روسیه گذشتن نمیمونن، چون که در نه ما تو ازبکستان رویم میگم در چه شبینی در ببینن کمتر ریالی باید فکر کرد این چیزها را برادر. شما وقتی که چنین آشکارا اعلان میکنید که بیاین در یک جا سرجم میشیم، خب همگی با وقت کجای سفر میکنیم، اتوماتیک در بین شما چندین نفرهای رژیم قرار دارد. من براتون یک مثال یادی را بیارم. وقتی که ما میدان ها تشکیل میکردیم هر روزهای جمعه یا که بعد دیگر روزاش دیگر جاها سفر میکردیم، حرف میزدیم و یک روز یک نفر قپیدن که در دستش یک سومکه در اونجا کامera میدان ثبت میکرد. قپیدن قریب همه میخواست بزنه لط کوبش کنه که من چیش کردم، اما رفتم که نرسینش بمونه. شما این نفر از لط کوب میکنین یا که خب پیدا کردین، غیر از این باز نفرهای دیگر هم هست در اطرافتون. اینجا نفرها زیاد هستن که رژیم دعوت روانشون میکنه به این میدان، اینجا مثلا کفگومی میکنن، بله بله میکنن، اما کاری اونها چی است؟ جمع کردنی خب معلومات های بعض نفرها. این نفری که کامera داشت شاهدا زنده هستن، اونجا صدها نفرها زیاد بود. باز من نگذاشتم که کسی بزنش، گفتم نرسینش. خب تو اومدی که اینجا کار ریخته انجام کنی، کامرات محکم کن، بس همجا گوش که هر گپی که داشته باشی گپ زن و جواب. خب و چنین هم شد. یعنی که شما وقتی سرجم میشین حکومت بین شما روان میکنه، البته هر یک قدم شما را میرسونه که شما الان کجا میخواهید برین، کدام سرحد برین. اینها همشون باید یه رابطه داره. شما از همون سرحدا گذشتن نمیتونن، از همون سرحد روسیه برآمدن تو نمیمونن. همین شب و روز صدها نفرها زیاد دارن تاجیکستان را سودا میکنن. نفرهایی که به همین گونه ملشی از اونها خطر اگر احساس میکنن، چقدر نفرها را همین شب و روز پاسپورتاشون دارن انولی رو میکنن و طرف تاجیکستان روان دارن. میدونید چقدر یک برای یک دعوتی کشید که دفاع از عزت امان کنن مردم ما واقعا در همینجا خیلی جسارت نشان داد آمدن. من در همون شب و روز برآمد داشتم و براتون گفتم که منتظر باشید. این نفرها بعضی از اینها جریمه میشوند، بعضی از این نفرها یک چند روز میشینن در همین روسیه، بعضی از این نفرها را تاجیکستان روان میکنن و یک تعدادی از اینها قیام میکنن با زیدی خیلی همین مبارزه گپ میزنن. و ما و شما همه چیز را شاهد شدیم. ما که اون فالبی نیستیم، ما فقط از تجربه میگیم چنین هست. وقتی که شما همین گونه نفرها را دعوت میکنید، در بین اینها کرات پیدا میشه
در بین اینها نفرهای کانفرمیست پیدا میشه که کورکورونامیان میدونن، در بین اینها نفرهای پیدا میشه که فردا با زیر اختون حرف میزنن. کجای من باز میگم من حقی رو ندارم که شما را ممنوع کنم، فقط گفتنی هستم که بهترین راهی است که کجای جمع نشین اینجا، فقط این همین گونه دعوت کنید و برین وطن داخل وطن بشین. مهم نیست که برابر رفتنتون شما برین جای کار، برین در خانه‌تون بمونین 1 هفته 10 هفته 1 ماه مبلغی دارین خب مصرف کنین دیگر چیزا، همراه پدر مادر دیگر چیزا. بعد بالاخره وقتی که واقعا دیگر لقمه نون نداشته باشین که همون ذخیرتون بعد قربی تمام شوی میرسه، برین دیگه طلب کنین. رحمان وعده کرد، گفته بود که من حتی شما را در جنگ شهروندی تشنه و گرسنه نموندم و هیچ وقت نمیمونم. خب مرحمت برین جای کار طلب